السلام علیک دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحت و سلامت و سرفراز و خوش و خوشحال باشید. بچه خوش من در اولین ویلاگ از چینل حاج سوگنگ و یه اولین ویلاگ که یک دارم میگیرم و همچنین اولین ویدیو یک دارم میگیرم و از شما از تک تک شما خواهش میکنم که حمایت کنین و همچنین لایک و ساب و کامنت های قشنگ هم یادتان نره و بزن بریم سراغ ویدیوی امروز که همچنین اولین ویدیو یوتیوب هست. اول چه کانال دیگه قبلا داشتم ده او ریاکشن میگرفتم، ویدیوهای ریاکشن باز خراب شده فعلا از دیسلایت خارج شده تا میخوام اون رو درست کنم و در اینجا فعال هستیم چون من نمیخوام شما رو تنها بلم و یکی دق بیارین به خاطر ازمون تا او کانال خراب شده سریع یکی دیگه درست کنم که ویدیو بگیرم و براتون برم خوش بگذره براتون، هم برای شما خوش بگذره هم برای من و یکی ما باز انتظار حمایت از تک تک شما داریم دیگه که شما هم ما رو حمایت کنید چون واقعا ما خیلی اگه بخوام مثلا بگم خیلی زحمت میکشیم به خاطر هر ویدیو باید خیلی هم وقت بذاریم ویدیو رو بگیریم تا رو بخوایم ادیت کنیم آپلود کنیم 5 روز از ما وقت میگیره و در 5 روز دیگه خیلی وقته، یعنی 5 روز خیلی وقته که حالا شما از حمایت دیگه یادتان نره و زیارتتون جانم است. بچه عزیز بگید که منطقه ما هوا سرد شده یا نه؟ ما فعلا قم هستم خیلی هم هوا سرد شده، یعنی دیگه میبینیم که ما شرط پوشیدیم وقت سردی هوا و اینکه خوب بود تا همین 2 روز پیش خیلی هوا خوب بود ولی 2 روز میشه خیلی سرد شده آقا. آدم صبح از خواب بلند میشه قشنگ سرده، آدم دلش نمیشه که از زیر پتو بیه بیرون و یکی امروز هم جمعه بود دیگه، جمعه بود بریم اکثر بچه‌ها رو ببینیم، رفقا رو، دوستا رو. حالا پیاده رفته رای ما و ای که از اول هفته که میخوای بری سر کار بس فقط منتظری که جمعه شه برو رفقای خو بینگری دوستای خو بینگری روز جمعه که میشه آدم هر کار نه از خواب بلند شدن تا زر ساعت 1 بجه خوابی تا زور 1 بجه از خواب بلند تا یک چیزی بخوری و یک چند دقیقه بشینی دیگه ساعت شده 4 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر هم که میری بچه یکی میبینی رفت خانه پابلا یکی رفت بیرون باز مجبور بمونی تنها و یک بدی دیگه هم اینجوری داره که من سر کارم تنهایم سر کارم که تنها هستم خیلی اذیت میشم، یعنی من که مرم سر کارم تنها هستم و در اتاقم تنهایم، یعنی اقامت تنهایی میکشم که هیچ فرسان نکنم و کل هفته رو من تنهایم فقط کی من یکی دو نفر پیش هست فقط جمعه ها مرم پیش رفقای خو یک دو نفر از رفقای خو میبینم و ای که همین دیگه بچه و اینم خبر نداریم چون چند رو پیش هم رادیم مرز شدیم رفتم افغانستان از اینجا هم از مرز برگشتم آمدیم حالا من نمیتونم یه لیله گشته راییم که گشتم از مرا باز دوباره افغانستان میبره ریپورت نه اگه نامد که نامد دیگه بچه اگه این ویدیو رو دیدید که در یوتیوب اپلود کردیم که یعنی هست اگه ندیدین دیگه رفتم افغانستان و اگه رسیدم پیش بچه ها اون یک دو کارخانه دیگه اونورتر اینا مزالی برو ببینی اصلا در باز نه اگه در باز نگه باز مجبور پیاده دوباره برو تا اتاق یا حضرت زینب. خب بچه هم بود از این ویدیو امروز ما و ای که من دیگه آمادگی هم برای ویدیو گرفتن نداشتم مخاطر از همون این ویدیو یک درم سردستی کوتاه مختصر بود تا ویدیوی بعد به الله پاک و بی‌نیاز میسپارمتون، دوستتون دارم تک تکتون و همچنین حمایت های خوبتون گرمتون یادتون نره دیگراتون جانم هستن دیگه.